نواری از صحنه حمله آمان روسیه به انبار شرکتی آزان در نوسیبیرسک. حادثه شام 2 اکتبر رخ داده است. اینجا نزدیکی 100 مهاجر تاجیک کار میکنند. معلوم نیست چرا نظامیان با مهاجران این گونه بیرحمانه برخورد کردند. یکی از شاهدان واقعه گفت حمله‌وران 32 مهاجر را با خود بردند. مهاجران گفتند که روز 3 اکتبر قرار دپارت 16 تن از آنها صادر شده است. ظاهراً فشار و اذیت و اخراج مهاجران با دلیل و بدلیل به یک کاری معمولی مقامات روس تبدیل یافته است. تا زمان اخراج از روسیه به تاجیکستان آنها در شرایط بد نگهداری می شوند. زندان افتادیم. روزی 2 ماهی آوردن محکم و کردن در همی گیو بده رسیه التماس از افغانیم یا تصویری کنن که ما نمیتونیم نبرم. این زن با دختری نابالغش در یک بازداشتگاه منتظر اخراج به تاجیکستان است. او میگوید هنگام عبور مرز بازداشت شد ولی نمیداند که کی او را به وطن اخراج میکنند. در سفارت تاجیکستان به زنگ‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. در یک سال اخیر فشار و اذیت مهاجران تاجیک در روسیه افزایش یافته است. مقامات تاجیک از مهاجران خواهش کردند که به روسیه سفر نکنند چون این کشور دیگر برای مهاجران امن نیست.